پادکست مترسک قسمت پنجم کاریز شکسته. دوستان سلام، میخوام توی این قسمت در مورد یک موضوعی که احتمالاً عامل اصلی عدم رشدتون از یه جایی به بعد کسب و کارتون هست صحبت بکنم. مسئله‌ای که همتون تقریبا باهاش درگیرید و نمیدونید چجوری باید درمانش بکنید. این مسئله رو من اسمش گذاشتم کاریز شکسته. چرا؟ به خاطر اینکه برمیگرده به مشکل در فروش. وقتی فروش غیر قابل پیش بینی میشه، وقتی برای فروش معیار مشخصی ندارید، ریشه یابی دقیقی ندارید، عموما دچار این مشکلی که میخوام بگم میشید. وقتی فروشتون کم میشه، مدیرا دچار یک توهم میشن به نام توهم پایان. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه برن بررسی بکنن ببینن کدوم زیر سیستم مشکل داره، یه سوال کلی میپرسن: فروشمون چرا کم شده؟ تازه این در بهترین حالتشه. معمولا میگن فروشمون کم شده، باید زیادش بکنیم. وقتی فروش کم میشه چه اتفاقی میفته؟ بیاین بررسی بکنیم. من به عنوان یه مدیر فروش سیستم وقتی کم میشه درآمدم میاد پایین. استراب من و تیمم بالا میره. چیکار میکنم؟ شروع میکنم به تیم فشار آوردن. و سوالی که میپرسم اینه چیکار کنم فروش رو افزایش بدم. این در واقع همون چیزی که من بهش میگم توهم پایان. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی موقع اصلا فروش کم از آخر مسیر شروع نمیشه، این وسط گم میشه. خیلی موقع مشکل اینه که اصلا هیچ مشتری وارد سیستم شما نمیشه. این یکی از خطرناکترین اشتباهاتیه که شما میتونید به عنوان مدیر انجام بدید. اتفاقی که معمولا در این شرایط میفته چیه؟ مدیر وقتی میره تو شرایط اضطراب میره سراغ نسخه های آشنا، کارهایی که قبلا انجام داده و براش کار کرده. خیلی موقع ها مدیر با اینا داره فرار میکنه از مشکل اصلی. نسخه های آشنا چی هن؟ آقا زمان اضطراب من یا میرم دنبال تبلیغ بیشتر، یا میرم دنبال کاهش قیمت، یا تخفیف میزنم، یا فروشندم رو عوض میکنم، یا یه محصول جدید میارم، یا میرم به تیمم فشار بیش از حد میارم که تیمم رو اذیت میکنم. اینا میشه نسخه های آشنا. اون چیزایی که دم دستیه، اون چیزایی که همین الان من میتونم بهشون فکر کنم، اون چیزایی که تا اینجا بلدم. اما مدیر حرفه‌ای میاد یه مدل دیگه ای به قصه نگاه میکنه. مدیر حرفه‌ای نگرش پایپلاین، نگرش کاریز داره. نگرش کاریز یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخوای چیزی بفروشی میدونی فروش یک متغیر وابسته است، یعنی زنجیره‌ای از اتفاقات که باعث میشه شما به فروش برسی. حالا چه اتفاقی میفته؟ خیلی موقع‌ها شما باید بری بگردی ببینی فروشت دقیقاً کجا خراب شده. اون قسمتی که فروشت داره آسیب میبینه کجاست. نه اینکه این سوالو کلی بپرسی یا با حدس و گمان، نه، با فرض نه. آقا بازار خرابه دیگه، نه مشتریامون پول ندارن دیگه. منظورم اینا نیستا. منظورم اینه که بری ریشه یابی بکنی، سیستمتو تحلیل بکنی، خطی بیا جلو ببینی چه اتفاقی داره برات میفته. آیا به تعداد کافی سرنخ تو کسب و کارت میگیری؟ خیلی از همین تست اول در نمیان بیرون. یعنی مشکل اصلیشون اینه، نشستن تو بیزنسشون اصلا سرنخی وجود نداره، ورودی وجود نداره که من بخوام به اینا بفروشم. در واقع این شکلی بهتون بگم، اگر بخوایم با مثال کشاورزی که من اتفاقا خیلی این مثال رو دوست دارم، شاید 100 جای دیگه هم در مورد کسب و کار مثال کشاورزی رو زدم. مثال کشاورزی برای ما چیه؟ کاریز یا همون قناته که جالب ابداع ایرانیان بوده تو تاریخ. قصه چیه؟ ما در ایران در یک سرزمین تقریبا گرم و خشک داریم زندگی میکنیم. چجوری میتونستیم به کشاورزیمون رونق بدیم؟ ما یه سری منابع آب زیرزمینی داشتیم که اینا عمدتاً یه فاصله از زمینهای کشاورزی داشتن. یعنی دم زمین کشاورزی خیلی موقع‌ها نمیتونستن چاه بزنن. چی کار میکردن؟ میومدن انگار یه خط لوله‌ای زیر زمین درست میکردن. میرفتن یه چشمه‌ای پیدا میکردن، یه منبع آب زیرزمینی پیدا میکردن، یه چاهی میزدن، خلاصه به یه نحوی به این آب دست پیدا میکرد. اما مسئله اصلی این نبود. مسئله اصلی این بود که آب رو بیان به زمین برسونن. کاریزها این شکلی شکل گرفتن که یه تعداد چاه به صورت در امتداد در واقع مسیر میکندن، چاه حفر میکردن و این چاه ها رو از پایین مثل یک لوله به هم وصل میکردن. آب جاری میشد تو اینا میومد و میرسید سر اون زمینی که میخواستن ازش استفاده بکنن. حالا با این نگرش من اگر بخوام فروش رو ببینم، اگر فروش رو بخوام یه زنجیره ای از چاه ها ببینم که تو هر مرحله ممکنه
یه سری چیزا نشت بکنه، از بین بره و این موارد، خیلی میتونم فروشم رو بهتر، مهندسی شده تر و دقیق تر ببینم. استعاره کاریز چی میگه؟ میگه آقا خیلی موقع ها کاریز تو از اول شکسته است، یعنی سرچشمه خشک، ورودی نداری. آدمی وارد بیزنس شما نمیشه که تازه بخواد ازت خرید بکنه. خیلی موقع ها قصه اینه، اگر مخاطبی نیاد، ورودی نداشته باشی، ارتباط اولیه نگیری، خب به کی میخوای بفروشی؟ مشتری نداری. ولی خیلی از کسب و کارها اتفاقا مشکلشون این نیست. خیلی از کسب و کارها مشتری دارن، ورودی اولیه دارن، ولی کاریزشون شکسته. از یه جایی از این مسیر انگار اون خط لوله سوراخ شده و یه حجم نشتی عظیم توش به وجود اومد. به خاطر همینم آب از اونجا شروع میشه، از سرچشمه میاد تا یه جایی از این مسیر هم ممکنه طی بکنه، ولی تا آخر مسیر رو نمیره. همین باعث میشه ته مسیر من مشتری نداشته باشم. حالا شما بر اساس این دوتا راهکار، یعنی بر اساس این دوتا مشکل وقتی بخوای تجویز بکنی، یه جایی کاریزت کلا خشکه، یه جایی کاریزت شکسته است، راه حل این دوتا کاملا با هم متفاوته. ایراد اون نسخه آشنایی که بهتون گفتم چیه؟ شما میری سراغ نسخه آشنا، مثلا برای کاریزی که شکسته و اون اول ورودی داره میری تبلیغ بیشتر تجویز میکنی. مشکل چیه؟ تو داری دائما تبلیغ میکنی ولی فروشی خلق نمیشه، چون وسط مسیر خراب شده. اینجوری منابع سازمان رو هدر میدی. یا برعکس، شما اون سرچشمت خشکه ولی تو مسیر، ببخشید، یا برعکس، مسیر تو درست چیدی ولی سرچشمه خشکه. چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این شکلی، وقتی یه همچین سیستمی داری، تو دائم میری رو بهینه سازی کار میکنی، فروشنده ها رو بهبود میدی، به فروشنده ها فشار میاری، اما در نهایت کسی وارد این خط لوله تو نمیشه. سرنخ نداری، ورودی نداری، به کی میخوای بفروشی؟ اینجوری فاجعه به بار میاری. وقتی راه حل یک مشکل رو برای مشکل دیگه تجویز میکنی، همون راه حلی که میتونست یک جایی مؤثر باشه اینجا هیچ فایده ای نداره و فقط باعث اتلاف منابع، سرخوردگی خودت و تیمت میشه و در نهایت کسب و کارت هم از یه حدی بالاتر نمیره. مسئله اینه که تو باید زیر سیستم هایی داشته باشی که بتونی اولا بسنجی، دوما بهبودشون بدی. اتفاقی که باید بیفته چیه؟ آقا ما یه جریانی در فروش داریم، 3 تا مرحله اصلی داره. مثل کاریز دیگه، ما زمانی که میخوایم در مورد کشاورزی صحبت بکنیم، توی کاریزی سرچشمه اصلی داریم، اون جایی که آب تازه داره از دل زمین میاد بیرون. یه مسیر داریم که این چاهایی که به هم وصل کردیم که آب رو بتونیم به زمینمون برسونیم، و یه باغی داریم که اونجا دیگه من باید کشاورزی بکنم، به گیاها برسم، به درختان برسم که بتونم به میوه نهاییم برسم. حالا بر اساس این 3 تا بخش من میتونم 3 تا موضوع، 3 تا مشکل رو ببینم. یا سرچشمم خشکه زمانی که باغم خشکیده، یا سرچشمم خشکه آبی نمیاد، یا اون مسیر خرابه، یعنی آبی که از سرچشمه تولید میشه به باغ نمیرسه، یا من اون آخر دارم خرابکاری میکنم، آب میرسه ولی من اونجا بازگشت ندارم. ادبیات فروش بگیم، یا من کلا مشتری ندارم، کسی رو نمیتونم جذب بکنم، کسی رو نمیتونم وارد پایپلاین فروشم بکنم، یا اواسط مسیر به خاطر ضعف در پیگیری، به خاطر مشکل تاچ پوینت های مختلفم، به خاطر اینکه فروشنده هام پیگیر نیستن، به خاطر اینکه یک جایی دفع میکنم من مشتری به جای اینکه جذب بکنم، آدما جلو نمیان. یا اون آخر جایی که میخوام باغ رو آباد بکنم، مثلا اینه که یک فروش اتفاق میفته ولی ادامه و تکرار نداره. یکی از این 3 حالت اتفاق میفته. حالا من زمانی که میخوام با فروشنده هام کار بکنم، میام بهشون میگم که اوکی، بیاید کمک بکنید فروش رو افزایش بدیم. در نظر بگیر شما یه رودخونه خشک داشته باشی و هی بخوای ازش آب بگیری. مدیر آماتور وقتی رودخونه خشکه میره هی به فروشنده ها فشار بیاره، میگه شما انگیزه ندارید، شما کار بلد نیستید. من روزای اول این کار رو انجام میدادم، خودم اگر بودم این مدلی رفتار میکردم، و اصلا ته قصه این شکلی میشه که من یه فشار مضاعف به تیمم آوردم ولی تیم من اصلا تو اون مسئله مؤثر نیست. فرض من اینه که فروشنده ها فروش بلد نیستن،
شاید این مشکل هم واقعا وجود داشته باشه، ولی سوال اونا اینه که به کی باید بفروشم؟ مثل اینه که یه آدمی رو گذاشتی دم یه رودخونه خشک، بگی تا میتونی از این آب بکش، نتیجه خروجی چیه؟ مشخصا صفر دیگه. ولی مشکل اون آدمی که اونجاست نیست، مشکل تویی که اونو اونجا گذاشتی. در واقع سوال شما باید عوض بشه. آیا اصلا جریان فروش داریم؟ اگر جریان فروش داریم، این جریان کجا داره قطع میشه؟ چی باعث میشه؟ کدوم مرحله است که باعث میشه این مسیر فروش ما به هم بریزه و اون خروجی نهایی رو نداشته باشیم؟ مدیر آماتور چی میگه؟ مدیر آماتور میگه فروشنده بلد نیستن بفروشن. من اگر جای اینا بودم این کارو میکردم، اون کارو میکردم. ولی واقعیت اینه اگر شما سرنخ نداشته باشی، اگر رودخونت خشک باشه، میخوای به تیم فروشت فشار بیاری، داری بهش آسیب میزنی. حالت برعکسش، حالت دوم، اگه 200 تا سرنخ داری ولی فقط 20 نفر پیگیری شدن تا آخر مسیر رسیدن، مشکل شما واضحه. هرچی بیشتر تبلیغات بکنی همونقدر بیشتر پول دور ریختی. تو باید بیای مرحله به مرحله این داستان رو ببینی. مدیر حرفه‌ای به این داستان مثل یک مسئله ریشه‌ای نگاه میکنه. توی قسمت زخم زیر پوست به صورت کامل بهتون توضیح دادم. نمیاد نشونه رو درمان بکنه، با علامت نمی جنگه، میره ریشه رو درمان میکنه، میره ریشه رو درست میکنه. مدیر حرفه‌ای میدونه عدم فروش در یک کسب و کار مثل تب برای بدنه. دکتر وقتی شما تب داری نمیاد همون لحظه اول بگه استامینوفن بخور، میاد نگاه میکنه که ببینه که اصلا این تب شما از کجاست، چی باعث تبت شده، عفونت، ویروس، باکتری. و درمان هر کدوم از اینا با همدیگه فرق میکنه. هر کدوم شما جای اون یکی تجویز بکنی میتونی به اون بدن اصلا آسیب بزنی. باور غلط مدیرا اینه برای فروش بیشتر باید مشتری بیشتر جذب بکنیم، در صورتی که مدیر حرفه‌ای میره دنبال زیر سیستم، میگه او چه اتفاقی افتاده، چه جزئی رو من درست انجام نمیدم یا تیمم درست انجام نمیدن که مشتری مستوم این مسیر ادامه پیدا نمیکنه. آقا چاه اول چیه؟ تولید مشتری. چاه دوم چیه؟ ارتباط اولیه با این مشتری. ما توی یکی از پروژه‌مون اومدیم بررسی کردیم، دیدیم 57% تماس‌های ما اصلا بی‌پاسخن، با اینکه مشتری درخواست تماس داده ولی اصلا جواب تماس ما رو نمیده. اومدیم با یه سری متغیرها اونو درمان کردیم. مثلا اومدیم فاصله درخواست تا تماس رو کم کردیم، یه اس دادیم قبل از تماس، گفتیم این شماره ماست، با این شماره با شما تماس خواهیم گرفت، ظرف این فاصله باهاتون تماس میگیریم، تو ساعت این تا این باهاتون تماس میگیریم. یه انتظار اولیه ایجاد کردیم، 30% نرخ پاسخ بالا رفت. پس مدیر حرفه‌ای میاد مرحله به مرحله آنالیز میکنه، ببینه تو کدوم مرحله ریزش سنگین داره، کدوم مرحله یهو این آبی که قرار بود تو کاریز جاری بشه از بین رفته و میره اون رو درمان میکنه. بذار دقیق تر بگم، فروش حرفه‌ای یک زنجیر است، نه یک عدد نهایی. 14 تا مرحله اصلی، 14 تا انگار زیر سیستم وجود داره که تعیین کننده اینه که شما بتونی بفروشی یا نتونی بفروشی. اولی انتخاب بازار هدفه. آیا بازار هدفت درست انتخاب شده؟ آیا برای محصول تو مشتری مناسب رو دیدی؟ مرحله دوم، آیا بسته به محصول و بازار هدفت پیام درستی انتخاب کردی؟ پیام متناسب طراحی شده؟ آیا پیام توجه کافی جلب میکنه؟ دغدغه اونها رو روشن میکنه؟ ذهنشون رو درگیر میکنه که بخوان بیشتر بدونن؟ حداقل تو پله اول اینه دیگه. مرحله سوم تازه میشه دیده شدن. بعد از اینکه مطمئن شدی این دوتا زیر سیستم درست کار میکنه، درست طراحی شده، میری سراغ دیده شدن. آیا من به اندازه کافی دیده میشم؟ آیا پیام من درست شنیده میشه؟ چند نفر کلا پیاممو شنیدن؟ خیلی موقع ما یه پیشنهاد عالی خلق میکنیم ولی کل آدمایی که بهشون میگیم 10 نفرن. خیلی موقع پیشنهاد بد رو به 1,000,000 نفر میگیم، خب کسی جذب پیشنهاد من نمیشه. پس وقتی این زیر سیستم ها درست شد، حالا میرم سراغ دیده شدن. آیا به اندازه کافی من دارم دیده میشم؟ آیا آدمای کافی منو میبینن؟ و مرحله چهارم، از این آدم‌هایی که منو دیدن آیا با هم ارتباطی برقرار کردن؟ فقط دارن منو میبینن؟ زیر سیستم چهارم، تولید سرنخ. آیا مخاطب من با من یه ارتباطی برقرار کرده که ارتباط از یک فضای مونولوگ یک طرفه تبدیل بشه به یک فضای دو طرفه؟ مثلا یه شماره‌ای به من بده، یه ایمیلی به من بده که من بتونم دوباره بهش
مراجعه بکنم، مسیر رو پیگیری بکنم، رونده رو طوری پیگیری بکنم که بتونم اون نتیجه رو بگیرم. آیا این سرنخ‌های من ثبت میشن؟ آیا تو طول این مسیره من سرنخ‌های کانال‌های مختلفم رو گم میکنم یا یه جا تو یک سیستم واحد دارم ثبتشون میکنم؟ جالب، همه اینها کیفیت یکسان ندارن. بعضیا خیلی علاقه‌مندن، بعضیا فقط کنجکاون. پس من یه مرحله ارزیابی کیفیت باید داشته باشم که تلاش‌های تیم فروشم صرف آدم‌های غیر علاقه‌مند نشه، چون هم اونا خسته میشن، هم زمان تیمم از دست رفته و در نهایت نتیجه خیلی کمی میگیریم. پس باید ارزیابی کیفیت سرنخ‌ها رو انجام بدم. مرحله بعدی تازه میشه پاسخ اولیه. مرحله بعدی تازه میشه ارتباط با این آدم‌ها برای اینکه بتونم محصولم بهشون معرفی بکنم. آیا به اندازه کافی مخاطبای من پاسخ دادن؟ آیا نرخ پاسخ هم درست هست؟ همون مشکلی که بهتون گفتم. مرحله بعدی چی میشه؟ میشه نیازسنجی. فروشنده های من تازه تو این مرحله هنرشون مشخص میشه. اینا باید با هنر مذاکرهشون، با هنر سوال پرسیدنشون، با هنر شنوندگی مؤثرشون ببینن آیا مخاطب محصول من نیاز داره یا نه و محصول من چجوری متصل میشه به نیازهای اونا. به مرحله میگن نیازسنجی. مرحله بعدی ارائه پیشنهاد. فروشنده‌های من باید حرفه‌ای باشن و بتونن به بهترین نحو پیشنهاد رو ارائه بدن. پیشنهاد به همه یکسان نیست. بر اساس مرحله قبلی، بر اساس نیازسنجی، من باید ببینم کدوم قسمت محصول رو به تو بگم توجهتو جلب بکنه. یه محصول میتونه 100 تا فیچر، 100 تا ویژگی داشته باشه. 2 تا دونش برای تو خیلی مهمه. من اون 2 تا رو باید روش تمرکز بکنم. بگم ببین این 2 تا 2 تای اصلی که نیاز داره، تازه 98 تای دیگه هم داریم که اگر خواستی تازه لیستشو میگم. اگر نه بیخودی دارم پرزنتمو طولانی میکنم. مرحله بعدی میشه پیگیری کردن. آقا بعد از اینکه من پیشنهادمو دادم چقدر پیگیری انجام دادم؟ آیا همه مشتریای من پیگیری شدن؟ چون خیلی موقع آدمو تو اون لحظه تصمیم نمیگیرن. تو پیشنهادتو میدی، آدم علاقمند هست، آدم میخواد خرید بکنه، ولی اون لحظه نمیتونه. میخواد با شریکش مشورت کنه، میخواد با همسرش مشورت بکنه، اون لحظه نقدینگی کافی نداره و هزار دلیل دیگه ممکنه اینجا وجود داشته باشه. فالوآپ و پیگیری اینجا وارد میشه. فروشنده‌های تو باید یاد بگیرن تو اولین درخواست بیخیال نشن. یه آمار بهتون بدم، 80% فروش ها بین پیگیری 5 تا 12 اتفاق میفته، در صورتی که فقط 10% فروشنده بیشتر از 3 بار پیگیری میکنن. یعنی 90% فروش میرسه به اون 10% فروشنده حرفه‌ای. پس این اتفاقیه که در سیستم فروش من جا داره، نه در مهارت یک مذاکره. من باید سیستمی بچینم که این اتفاق حتما بیفته. باید به اعتراضات بتونم پاسخ بدم. فروشنده با مشتری تماس میگیره، مشتری میگه محصول گرونه، فروشنده میگه باشه برو یه جای ارزون تر بخر. خب این مهارت پاسخ به اعتراض نیست. مهارت پاسخ به اعتراض یعنی بتونی اعتراض مشتری رو بشنوی، ریشش رو پیدا بکنی و بتونی پاسخ مناسب بدی که مشتری متقاعد بشه از شما خرید بکنه. خیلی موقع ها محصول گرونه ما اول مسیر اشتباه کردیم، پرسونای غلطی رو وارد مسیر کردیم. خیلی موقع قصه اینجوری نیست. مشتری یه درک غلط از این داستان داره، میگه محصولت گرونه، در صورتی که اگر منافع محصول رو درست بهش توضیح بدیم میگه راست میگی، منطقیه، من حاضرم این پولو براش خرج بکنم. پس اینو باید ببینیم. مرحله بعدی بستن فروش. خیلی موقع پاسخ به اعتراض میدیم، فروش رو نهایی نمی‌کنیم. خیلی موقع ها دلیل برد و باختمون رو ثبت نمی‌کنیم. چرا اصلا فروش انجام شد یا چرا انجام نشد؟ و مرحله آخر حفظ و ارجاعه. اون مشتری رو حفظ بکنیم و ازشون ارجاع بگیریم، مشتریای بیشتر بگیریم. به قول یکی از دوستای من، از مشتری‌ها جوجه کشی بکنیم. این اتفاق اصلی فروشه. این زنجیره 14 مرحله‌ای که بهتون گفتم زنجیره اصلی فروشه. حالا قدرت یک زنجیر به چی بستگی داره؟ به قدرت ضعیف‌ترین حلقه زنجیر. یعنی چه اتفاقی میفته؟ من اول باید بتونم این 14 تا مرحله زنجیره فروشم رو ببینم، بشناسم، یادش بگیرم، بعد میرم ضعیف ترین رو انتخاب میکنم، روش کار میکنم، بهبودش میدم، میرم سراغ ضعیف بعدی.
میرم سراغ ضعیف بعدی و اینجوری هی پله پله قابلیت در کسب و کارم میسازم و این کسب و کار تبدیل میشه به یک کسب و کاری که از عدم فروش یا فروش خیلی کم به یک فروش سیستماتیک و اتوماتیک میرسه. این اون اتفاقیه که شما تو فروشتون انتظار داری، نیاز داری، اصلا آرزوشو دارن خیلی از کسب و کارها. مسئله چیه؟ مسئله یک مدیری که یک جای متفاوت نگاه کرد. به جای اینکه بگه فروشمون کمه بیا افزایشش بدیم، یا برم ببینم این فروشه به چه زیر سیستم هایی تجزیه میشه. چه زیر سیستم هایی هستن که کنار هم کار میکنن که یک فروش محقق بشه. حالا برم اونو درستش بکنم. به جای اینکه بپرسم چی کار بکنم فروشم افزایش پیدا بکنه، میرم میبینم مثلا مشکل در نرخ پاسخه. میگم چی کار کنم، چه رفتاری از سمت من انجام بشه نرخ پاسخم میره بالا. چی کار بکنم، مثلا اگر مشکل پیگیریه چی کار بکنم فروشندان پیگیری رو از دست نمیدن. خیلی موقع یه تیک تو سیارمه که پیگیری رو اجباری بکنی و اگر پیگیری انجام نشد به مدیر آلارم بده. به این میگن سیستم سازی فروش. و چیزی که فروش رو از یک فرایند تصادفی یه روز خوبه یه روز خوب نیست تبدیل میکنه به یک سیستم قابل پیگیری که داره مثل ساعت کار میکنه. پس قصه چیه؟ ما دو تا حالت داریم، یا کاریزمون خشکه، فروش نداریم، یعنی مشتری کمی داریم ولی مسیر درست طراحی شد. مثلا تو این مثال ما گفتیم حالت اول اینه کلا 12 نفر ورودی دارم، 5 نفرشون سرنخ جدی هم، 2 نفر خرید نهایی دارن، بالای 10% نرخ تبدیل دارن. اما اونور تو حالت دوم اینجوریه که مثلا 120 نفر وارد کاریز من میشن، 50 نفر سرنخ جدی هم، فقط 7 نفر میخرن. در صورتی که توی این مسیر اگر تبدیل ها رو بهبود بدن ممکنه تا 20-30 نفر بالا بره، یعنی 3 تا 4 برابر فروش من افزایش پیدا میکنه. رو 7 نفر و 20 نفر نبینا، این اسکیل میشه. ضرب کن 28 تا اگر بفروشی جای 7 فروش 4 برابر شده. و این دوتا ریشه رو باید درست ببینی. این مثال ساده یه کسب و کارم. و یه مشکل شایع و رایجم بهتون بگم، خیلی موقع ها علت اصلی این که ما نمیفروشیم اینه که با حافظمون داریم مدیریت میکنیم. در صورتی که ابتدای کسب و کار، روزی که شما تازه شروع کردی، اول کارته، خیلی راحت میتونی تو حافظت مشتری رو نگه داری. خانم فلانی کارش انجام میشه، آقای فلانی کارش انجام میشه، فلان پیگیری رو تو ذهنت داری، ولی اگه جایی به بعد حافظه تبدیل میشه به گورستان سرنخ‌ها. روی 200 نفر، روی 2000 نفر میخوای چیکار بکنی؟ سرنخ تو دایرکت میمونه، قول پیگیری تو چت ها میمونه، دلیل شکستت محو میشه، نمیدونی چی کار باید بکنی و همین باعث میشه همه چیز از بین میره. چیزی که تو ذهن آدم هاست، به ذهن آدم ها بستگی داره، سیستم نیست. سیستم یعنی یک فرایند قابل پیگیری و قابل سنجش. آقا چی کار بکنی؟ من کلیت رو فهمیدم، الان مشکلم رو فهمیدم، مرحله به مرحله اگر بخوای به من اقدام بدی من چی کار باید بکنم؟ بریم سراغ این اقدامات. میخوایم توی 7 مرحله سیستمتون رو بهبود بدیم، به نسخه اولیه برسیم که بتونید ازش تو سیستم فروشتون استفاده بکنید. گام‌های اول و دوم: 1. تشخیص و بررسی سرچشمه. گام اولت اینه بفهمی کاریزت خشکه یا شکسته. بشین برای 30 روز گذشتت این اعدادی که میگم رو بنویس. 1. چند نفر با کسب و کار تماس گرفتن؟ تعداد زنگخورت چقدر بوده؟ تعداد پاخور مغازت چقدر بوده؟ تعداد ورودی ها دایرکت های پیج اینستاگرامت چقدر بوده؟ تعداد بازدید سایت چقدر اومده؟ چند نفر بودن قیمت پرسیدن؟ ببین اینا باینگ سیگنال ها. خیلی موقع تو اینا رو میذاری به حساب مشتری نیستن، کسی که میاد قیمت میپرسه این که مشتری نیست، اینا باینگ سیگنال خریده. من چرا دنبال اینم قیمت یک چیزی رو بدونم؟ خاطر اینکه احتمالاً محصول برام جذابه. حالا آیا معنیش اینه که همه اینا مشتری ارزشمند و قابل پیگیری؟ نه دیگه، ما یه مرحله ارزیابی کیفیت توی این مسیر قرار دادیم که شما از یه جایی به بعد سیستمت انقدری ترین میشه، انقدری دیتا داره که میاد کیفیت هم بررسی میکنه. نه به این معنی که کلا اون سرنخ باید گم بشه و بی خیالش بشی، به این معنی که اولویت انرژی تیمتو کجا بذاری، کجا انرژی
کمتری میذاری، یا روش مؤدبانه فرار کردن از زمانگیری اینا به چه شکلیه، اینا رو باید طراحی بکنی. گام دوم، من باید بررسی کنم چرا سرچشمم مشکل داره. باید ببینم که اصلا آیا مشتری ایدئالمو میشناسم؟ آیا محتوایی که دارم منتشر میکنم فقط آموزش میده، تقاضا ایجاد میکنه؟ آیا قبل از اینکه این آدما تماس با من بگیرن اعتماد اولیه ایجاد شده؟ در واقع قصه این شکلیه. اگر من محتوای خوبی دارم تولید میکنم، مخاطبم رو میشناسم، پیام همخوانی داره، مشکل میتونه فقط بره تو دعوت به اقدام ها، CTA ها، کال تو اکشن ها. من دعوت به اقدام درستی ندارم، آدما نمیدونن چیکار باید بکنن. آموزش میگیرن، یاد میگیرن، براشون جذابه، ولی نمیدونن اون لحظه باید چیکار بکنن. تنها کاری که من میتونم بکنم اینجا، یا تنها کاری که باید بکنم که خروجی درست بگیرم، اینه که برم بگم آقا برای اینکه اینو دریافت بکنی، برای اینکه مشاوره رایگان از کارشناسان بگیری، برای اینکه مثلا یه چک لیستی ما بهت بدیم که بتونی مسئله رو بررسی بکنی، یا این کلمه رو بفرست، یا روی این لینک کلیک کن، یا این عدد رو ارسال کن، یه کاری بکنه که ارتباط باهات بگیره. پس این میشه گام اول و دوم، تشخیص و بررسی سرچشمه. گام دوم، مسیر فروش رو تو باید مرحله بندی بکنی. مرحله بندی یعنی چی؟ یعنی کاریزتو اینجا تازه باید بچینی. بین اون 14 مرحله باید بدونی الان مشتریت کجاست، هر یه دونه مشتریت کجاست و قدم بعدیش چیه. چجوری این کارو بکنم؟ خیلی ساده، با یک سیستم CRM میتونی این کارو بکنی. آیا لزوما لازمه بری پول بدی CRM بخری؟ نه، خیلی موقع یه فایل اکسل این داستانو برات مدیریت میکنه. مهم اینه که تو مراحل مختلف رو درست چیده باشی در پله اول، و در پله دوم به فروشنده هات یاد بدی اینا رو آپدیت نگه دارن. آقا اکسل جدا نمیشه باشه، گوگل شیت یه ابزاریه که گوگل ارائه داده تقریبا به عنوان جایگزین اکسل. UI تقریبا یکسان، یعنی فضای کاربری یکسانی میبینی، ولی به صورت ریل تایم، یعنی در لحظه که من آپدیت میکنم اون یکی فروشندم هم میبینه. از این میتونی استفاده بکنی. مهم اینه که مراحل رو درست ببینی. برای کسب و کار کوچک، برای کسب و کار SME که مخاطب هدف منه، مدیر باید بیاد این مراحل رو به نظر من در نظر. این کف اون چیزیه که وجود داره. سرنخ جدید باید ثبت بشه. آقا از دایرکت، از تماس تلفنی، حضوری، وبسایت، از هر مسیری سرنخ میاد باید توی یک فایلی ثبت بشه، چون سرنخی که ثبت نشه دیگه پیگیری نمیشه، کلا فراموش میشه. بعد از ثبت سرنخ پاسخ اولیه میدی، یعنی تا لحظه‌ای که سرنخ تو ثبت نکردی اصلا پاسخ نمیدی، جواب نمیدی. بعد از اینکه سرنخ ثبت شد پاسخ اولیه رو میدی. مرحله بعدی ارزیابی کیفیت، ارزشیابی اون مخاطبه که ببینی چقدر مشتری توه. بسته به جملاتی که میگن، بسته به سیگنال های خریدی که تو صحبتاشون وجود داره، تو میفهمی این آدم فقط کنجکاوه یا واقعا دنبال یک خرید جدیه، چقدر ضرورت داره، چقدر به خرید نزدیک. خب رو اونا تمرکز بیشتری میذاری. بعد میری تو مرحله نیازسنجی، بدونی محصول چقدر با نیازش مطابقت داره. بعد پیشنهاد ارسال میکنی، مرحله ارسال پیشنهاد. پیشنهادی باید بدی که با نیازهایی که تو مرحله قبلی گفتی همخوانی داشته باشه. پیشنهادتو پیگیری بکنی، اعتراضات رو بتونی پاسخ بدی، سر قیمت مذاکره بکنی و در نهایت نهاییش بکنی و علت برد یا باخت تو توی اون معامله باید ثبت بکنی. این آن اتفاق اصلیه که در یک سیستم فروش باید بیفته. و جالبه مرحله به مرحله ما بعد از اینکه این اکسل رو داشتیم میایم سرنخ‌ها رو بررسی میکنیم، میایم تو اون مسیر ببینیم تو هر مرحله نرخ تبدیل چقدر بوده، تو هر مرحله ریزش ما چقدر بوده، کدوما تا مرحله 3 اومدن دیگه نیومدن، و اینجوری میتونیم گلوگاه اصلی سیستممون رو پیدا بکنیم، بفهمیم کجاست اون مشکل اصلیه، از کجا داره نشأت میگیره، کدوم زیر سیستم من ضعیفه، کجا باید برم کار بکنم که فروشمو افزایش بدم. بریم سراغ مرحله بعدی. گام 4، برای هر سرنخ شما باید اقدام بعدی دقیق تعریف بکنید. فروش با امید و آرزو پیش نمیره. شما فرض بکن یه سری آدم توی یک صفی وایسادن، تو دونه دونه اینا رو باید هول بدی برسونی به مرحله بعدی. مدل درست سیستم فروش اینه. فروش با اقدام‌های بعدی جلو میره و تو هر مرحله
تو نیاز نیست کل مسیر رو بفروشی دوست عزیزم. تو نیاز فقط مرحله بعدی رو بفروشی. تو نیاز فقط کاری بکنی که این آدم یه پله دیگه با تو بیاد جلو. و این اون اتفاقیه که باعث میشه شما ته قصه با 10-12 تا مرحله هل دادن آدم ها به فروش برسی. بعدن پیگیری میکنم نه. مثلا شنبه ساعت 10 نمونه کار باید ارسال بشه. هر سرنخی که مرحله بعدی نداره، فعالیت بعدی نداره، در حال فاسد شدن تو سیستم توه. فاسد شدن یعنی چی؟ یعنی من علاقه‌مند میام تو سیستم تو، دغدغه‌شو دارم، نیازش رو دارم، یه جای تو منو رها میکنی، من کم کم دیگه اون داستان تو ذهنم میره عقب. یکی از کارهایی که من تو یکی از سیارم‌های ایرانی اتفاقا دیدم، تاریخ فاسد شدن میذاره برای سرنخ‌ها. و سرنخ‌ها یه روزی به بعد فاسد میشه. 3 روز میتونه سرنخ تو یک مرحله بمونه. یا یه اقدام دیگه ای که گذاشته میگه آقا حتما سرنخ باید روش یک فعالیت بعدی وجود داشته باشه. کی ما فعالیت نداریم روی یک سرنخ؟ زمانی که دیگه هیچ کاری نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم بهش بفروشیم. خب این تقریبا تو یک سیستم فروش بی معنیه، چون حتی بعد از اینکه به یکی فروختیم یا ازش باید ارجاع بگیریم یا دوباره برش گردونیم و بهش دوباره بفروشیم. این مشکل عمده آدم هاست. سیارم ها واسه این داستان خیلی کمک کننده. مثلا تو سیارم دیدار من میدونم که سرنخهایی که روشون فعالیت نیست که علامت خطر روش میندازه. این چقدر به من مدیر دید میده که آها پس من مرحله بعدی دقیق باید تعریف کرده باشم. و گام بعدی، گام 4، تاریخ پیگیری رو اجباری بکن. بذار اینجوری بهت بگم، اگر 24 ساعت از نگاه من شما به ابجکشن و اعتراض ذهن مشتریت پاسخ ندی، بعد 24 ساعت خودش پاسخ داده. پس شما باید پیگیری های 24 ساعته تعریف بکنی، ارتباط های 24 ساعته تعریف بکنی. یعنی اگر گفت چهارشنبه من اینو به شما میدم و امروز شنبه است، شما دوشنبه یه حالی بپرس، یه متریال اضافی بده، بگو من فکر میکردم تو تصمیم گیریتون این میتونه مؤثر باشه، اینم براتون فرستادم تو بررسیتون در نظر بگیرید و رأس ساعت و تاریخی که میبندی باهاش تماس بگیر، پیگیری بکن. گام 6، به جای اینکه از باخت و بردت خوشحال و ناراحت بشی، باید داده ها رو ثبت بکنی، دلیلش رو باید پیدا بکنی، ببینی چرا نتونستی بفروشی، ببینی چه اتفاقی افتاد که اینجا مشتری تو از دست دادی. قیمتت بالا بود، اعتماد کافی شکل نگرفت، پیگیری نکردی، الان زمان خرید اونا نبود، یا با آدم اشتباه داشتی مذاکره میکردی. اینا رو باید ثبت بکنی. چرا باید ثبت بکنم؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که اولا شما میتونی فروشنده‌ها آموزش بدی، دوما میتونی پیشنهادات رو بهبود بدی، سوما میتونی قیف فروشت، کاریز فروشت رو اصلاح بکنی. و گام 7، باید مرور هفتگی کاریز داشته باشی. هر هفته یک جلسه که با تیمت میذاری ببینی آیا ورودی کافی داری، کدوم کانالاتون سرنخ‌های بهتری میدن، کدوم مراحل بیشترین ریزشو دارن، کدوم پیشنهادها پیگیری نشدن، کدوم پیشنهادها موثرتر کار کردن، کدوم مشتری‌ها آماده خریدن ولی اقدام بعدی نداشتن، کدوم سرنخ‌ها بیش از حد تو یک مرحله موندن و فاسد شدن. تو فرآیند فروش شما همیشه مسیر رو به جلو داری. دیتات وقتی واقعی باشه دیگه کارت فقط سرزنش فروشنده نمیشه. نمیری آوار بشی رو سرشون بگی شما بلد نیستید. علت رو پیدا میکنی، رو همون آموزش میدی. خیلیا تازه شرکت خوبو دارم میگم به صورت کلی میان به فروشندهاشون آموزش میدن و بعد دیگه هیچی رو پیگیری نمیکنن، در صورتی که سیستم فروش حرفه‌ای به شما برنامه آموزشی میده. یک بار آموزش آنبوردینگ داری، فروشندهات راه میافتن، پیش میری به مرور میفهمی کجا ضعیفن، میری تو اون قسمت بازآموزی میذاری، مدرس جدید میذاری روی اون موضوع خاص، آقا رو این بیا فروشندهای من آموزش بده، نمیخوام کل فروش یاد بدی، فقط اینو میخوام بهشون یاد بدی. و خیلی موقع ها جای درست و زدن اثر خیلی بزرگتری از این که بارها بخوای جلسات آموزشی بذاری و هی یه سری موارد رو تکرار بکنی. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم سیستم سازی به شما کمک میکنه که به جای فشار به فروشنده، به جای فشار روی تیم مارکتینگت، به جای فشار رو خودت،
فشار روی قیمت، تخفیف زیاد دادن این موارد، بیا راهکار درست پیدا بکنی. مدیر علامت محور میگه فروش کمه بیشتر بفروشیم. مدیر حرفه‌ای، مدیر سیستم ساز، بیا آقا کجای سیستم من مشکل داره، میرم کاریزمو بررسی میکنم. آقا سرچشمه آب داره؟ تو مسیر کجا نشت داریم؟ کجا سرعت کاریز من کم میشه؟ کدوم مرحله شده گلوگاه فروش من؟ میره اینا رو درست میکنه. فروش شانسی شما ممکنه 1 ماه شما رو نجات بده. فروش شانسی شما ممکنه 1 ماه به شما درآمد بده. ولی سیستم ادامه دار به شما نمیده. کسب و کارت قابل اتکا نیست. یادت باشه اگر کسب و کارتو، اگر کاریز تو خشک باشه و به فروشندات فشار بیاری، داری فقط به خودت آسیب میزنی. اگر کاریزت خشک نباشه و مسیرت مشکل داشته باشه و نشتی داشته باشه، با تبلیغ بیشتر داری فقط منابع سازمانت رو هدر میدی. پس در نهایت اگه بخوایم کل این قسمت رو توی یک جمله خلاصه بکنیم چی میگیم؟ میگیم فروش کم یعنی یا آبی وارد کاریز شما نمیشه، یا یه جایی از مسیرتون آب داره نشت میکنه. مدیر حرفه‌ای قبل از اینکه بره دنبال آب بیشتر بیاره، کاریزو بررسی میکنه و بعد میاد مرحله به مرحله سرچشمه‌شو میسازه، مسیر رو ترمیم میکنه، سرعت‌ها رو پیگیری میکنه، نظم رو توی پیگیری‌ها دقیق میکنه و این شکلی میشه که یک سیستم از سیستم بدون ساختار تصادفی تبدیل میشه به یک سیستمی که قابل پیشبینی، قابل اتکاست و نتایج تکرار شونده تولید میکنه. اینجا تو میتونی اگر لازم بود پول بیشتر تو کسب و کارت تزریق بکنی. اینجا میتونی این کارو بکنی و کسب و کارت تبدیل میشه به سیستمی که معلوم بازگشت سرمایش کی و چقدره و این اوج جذابیت کسب و کار. دیگه اینجا شما نه رو طلا سرمایه گذاری میکنی، نه حتی رو بیت کوین سرمایه گذاری میکنی. دیدی چند سال پیش میگفتن سال فلان بیت کوین انقدر بود، الان انقدره. کسب و کاری که انقدر سیستماتیک باشه از همه سرمایه گذاری ها سودمندتره. چرا؟ چون بازه بازگشت سرمایه‌اش خیلی سریعه. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه. امیدوارم که اون 14 مرحله رو اگر کامل یاد نگرفتید برید یک بار دیگه مرور بکنید و طبق سیستمی که بهتون دادم سیستمتون رو طراحی بکنید و ببینید چقدر زندگیتون به عنوان یک مدیر شیرین‌تر و جذاب‌تر میشه. دمتون گرم. تو قسمت بعدی پادکست همراه بنده باشید.